آقا جان من قراره دیگه مادرم من قسم نخورم، چون مادر من سن 50 سالگی فوت کرد، هیچ وقتم ندیدمش، درست نیست رویشان قسم، ولی واقعا جان قدیر میگم زیادی استوری میذارم، اگه خسته میشین نگاه نکنین داش، من باید بذارم چون از مردم انرژی میگیرم، حالم خوب میشه حاجی، مریض احوالم. الان اومدم اینجا سفیدی برف مرفاییدم، میذارم حالم خوبه. این چقدر بدبختم، این چقدر مثل پیرزنم این چیزی رو نگه داشتم، وای کسمه. آره حال روزم خوبه، خوشحالم الان، خدا رو 100,000 بار شکر. خیلی به من انرژی میدین شما. این چه کسبازیه؟ دو شاخه شمایی میگنی کون کش. ای خدا داره نگاه میکنه، به من نگاه میکنه. یو مووت ای وای داره نگاه الکی بده. نه دت ساید. اوه این نگاه کن، عجب حرکت شکوف کلاژی کرد. برام الان دهنش